یک دو بیادرها بود بسیار غریب. این دمی غریبی تو اندیوال بودند که اولاد خدا یکی دیگر را ناز میدادند، زنای یکی دیگر هم تو دوست داشتند، بسیار به یکی دیگر احترام داشتند. یک قورمگک، یک پلوک، یک چیزی که پخته میکردند یا خانه یکی دیگر رایی میکردند یا دعوت میکردند یکی دیگر را. خب بسیار دوست صمیمی بودند و خب قرا هم یکی از این غریب ماند و یکیش پیسدار شد. یکی پیسدار شد، یک ذره دماغش هم گنده شد و در قصه غریب هیچ نشد. غریب زور داد، گفت والله زور رقم آدم تا او روز که غریب بود خوب یار ما بود، امروز که پیسدار شد کتی ما دشمنی را گرفته و خو یک شو برآمد رفت در خانه از که یگان پیسه میسه بر دزدی دیگه برآمد. رفت که یک پیردار است که تو لخت ششته از ما بتر قاق خو یک دفعه رفت، دو دفعه رفت، شب دیگه باز آمد، 2 بجه شو رفت که اونم تو بیدار، 3 بجه شو رفت. خب گمش که یک ماهی در دزدی رفت که رفت اونم پیرادم آخر یک روزکی رفت گفت تو چی کار هستی؟ تو رو چی به یادم که شما میشه و بیدار است؟ تو هیچ خو نداری؟ تو چی بلا هستی؟ گفت برو بیادر. گفت چی کار داری؟ ما پیردار هستم. نه گفت حال چیش میشیده؟ تو چی فایده؟ گفت من که هستم تالی از یادم هستم، دائم اینم تو بیدار می. او خدا خرابت کنه خیلی تالی ما در کجاست؟ ایگو مچم تالی تو را برو ما ای گپا را نه. گفت و قرآن که ماکم از یخنی ماکم گرفت که تالی ما. گفت تالی تو را خو برده. در کجا خو برده؟ گفت آدرسش دمام. خب بازی را ماکم گرفت و یقل آخر روز روزاری که بلیاز خدا مور جایی شده من نشان بده. گفت برو تالی تو را فلانی جای نه تو دی کوچه برو اوجا برو دی زیر درخت برو بالاخره آدرس داد که تالیت خواسی. رفت پیش از حرکت کرد پشت تالی خود. یک رفت در سر رای از یک شیر آمد. شیر سر از یک غرفش کرد. گفت بلیاز خدا شیر جان که مرا نخوری، خدا راستی من آدرس تالی و پیدا کردم. اولا که تال را کباب شدم از گوشنگی جان ما برآمد. تالی مرا خو برده این پوده را. خب گفت خیلی چی میکنی که تالی تا بیدار کردی؟ یک سوال خو یک مشکل مام دارم. گفت چی مشکل داری شیر جان؟ 1000 دفعه برات جور میکنم. گفت خب همین مشکل مرا پرسان کنه که دول و دیل ما خو اینم یال و دنبم است. این دنب ما مویش رفته میره، این یالای ما روز به روز ریخته میره. میره یک پرسان کده بیایی از خیرت کده. گفت خو 1000 دفعه. این رفت یک جای مانده شد زیر یک درخت خو شد. دمی سایه شمالک یخ بود. از خو که بیدار شد می درخت. گفت خوت خو پوره کدی کجا رایستی؟ گم بیرم والا تالیم خواستم تالی را بیدار میکنم. درخت گفت تموره که بیدار کردی یک سوال از ما پرسان کنی که دمی زیر ما دمی سال تمام سال کی است؟ امی برگ ما یک دفعه هم سوز نشد. گاهی زرد است، گاهی میوه نمیگیره، گاهی سیب کرمو میشه، گاهی یک رقم، گاهی دیگر رقم. هیچ روز خوب ما ندیدم. یک روز ما تو صحیح آباد نبودم. اگر کل درختها سبز رنگ ما پژمرده. خب گفت پرسان میکنم. آمد که یک شکاری دادم رویش آمد. شکاری گفت کجا میری؟ تفنگ ده جانش گرفت. نزدی. گفت بلیاز خدا که من میرم پیش تالی و بیدار میکنم و پوده کدام جای خواست. خب گفت نمیزنم تا تالی تا بیدار کردی یک پرسان از ما کنی که نمی تیر من هیچ هدف نمیخوره. خوی رفت تالی را کاله هر چی شور میته تالی بخی نکن بخی. خو آخر به یک رقم کده ای را بیدار کد چشما را مالی. چی گپ است؟ بخی گم مرگی چی گپ است؟ ما جان ما بر آمده در کل عمر یک شکم سیر نان نخوردیم، تو قرار اینجا خواستی لودو پوده بخی. میگو خو اینا خیستم به چی میگی؟ بخ که ما جو شده هیچ رقم تالی است از بیادرمون بیدار از شو تا صبح اونجا پیسه و خرچ و خراجات هر چیزش میرسه. خوی گفت برو اینا ما میایم از پشتت. گفت خود تو که میایی؟ ما گفت دستوروی ما تازه کنم. گفت دستوروی تا خود تازه کو از پشت ما بیا. نه تو این یاد راه سوال کرد از ما. خود سوالای یارم جواب گفتی حرکت کرد که آمد. اول همی شکاری دم روی از آمد. شکاری گفت پرسان کردی؟ گفت ها پرسان کردم. گفت چی گفت تالید؟ گفت تالی گفت همی شکارچی را بگو تو نقاب در رویت است، تو یک دختر جوان و مقبول استی. هر وقت که عروسی کردی تیر تکوس و سرچپه بگیری میخوره ده هدف. تا که عروسی نکردی هیچ نشان ده هدف نمیخوره. این دختر گفت خود نقاب کلوچ کرد که چی یک دختر به محیط الله موی تا کمر بیادر که چشم چی میگه، بینی چی میگه، قلم واری ابرو چی میگه، دنبه مار واری. آخری دختر گفت
خوی دختر گفت بگی خیلی کتی ما رسی که نو تاله بابا گفتی رسی که من نو تاله ما بیدار کنم ما هم بیایم کتی تو رسی کنم برو رای ما را ایلا کم حرکت. خو آمد پیش درخت گفت چی؟ گفت پرسان کردی؟ گفت والا پرسان کردم. گفت اینمی زیر درخت کدام زمین است همینجا چقوری است، اینمی چقوری را گفت بکن، یکی را پیدا کن که چقوری را بکنه، اینجا گنج است، اینمی گنج که از زیر درخت بکشن دیگه درخت هم جور میشه، اونو که کسی کشید اونو هم کارش جور میشه. اینا گفت خب برو ساده خوب بیار یک بیل میل کلنگ بیار اینمی درخت زیرش دیر زمینه بکنم و گنج بگی او را تو خرج کو، این زندگی مام جور میشه، رنگ و رخ مام مبرای. ایگو بابا من نو طالب بیدار که مال دهی کلنگ بیارم من اینجا مزدورکاری گنج بکشم. برو بابا. خوی حرکت کد آمد پیش شیر گفت چی کردی آدم؟ گفت والا رفتم پرسان کردم. گفت چی رو پرسان کردی؟ گفت از تو پیشتر اینجا دو آدم دیگه هم سوال کرده بود، یک درخت و یک شکاری. گفت واره چی؟ گفت شکاری یک دختر بود او را گفت آریسی که تیر دهدف میخوره. او دختر در جان ماشاءالله خوب مقبولم بود، من نگرفتم رفتم نو تاله را. گفت درخت چی گفتی؟ گفت درخت هم دست من نشد، نو تاله را بیدار کردم مال ما برم گنجی او را بکشم که درخت جور شود. خب گفت مرا چی گفت؟ گفت شیرجان تو را گفت که فقط یک آدم احمق و لوده را پیدا کو بخو و اینم یالتام جور میشه دنبام. شیر یک دفعه دنبه چنگ کد که از تو کده لوده در کجا؟ او چی رقم دختر کاکر را نگرفتی؟ اوی خو گفت طالب بیدار شده. گفت خدا خرابت کنه خونم طالب بیدار کنه دختر را گیر داد. نگرفتی. اینجا ای درختی گنج میگرفتی زندگی تا جور میکدی کتی دختر و زن تی گنجی پیسه خانه هر چیزی ایرم نگرفتی. نه خب من نو طالب خیزنده خورده که فرده طالب یادم همونجا خورد و خلاص انتی اگه لوده